در این ویدیو میخوام به شما آموزش بدم که چطور با این برنامه کلمات فارسی رو به انگلیسی و انگلیسی رو به فارسی ترجمه کنید. افتار اینترنت رو روشن کنید و این برنامه رو دانلود کنید. چون من این برنامه رو دانلود کردم برای اجرا بزنید تا برنامه اجرا بشه. خب یک دسترسی رو ازمون میخواد، روی مجاز کلیک کنید تا دسترسی بهش داده بشه. در اینجا نوشته فارسی به فارسی. چون ما نمیتونیم فارسی به فارسی ترجمه کنیم، اگر روی ترجمه بزنیم یک اروری در اینجا به ما نمایش میده. خب اگر میخواین کلمه انگلیسی به فارسی ترجمه کنید، روی این کلیک کنید و سپس روی انگلیسی شد انگلیسی به فارسی. خب در اینجا متنی که میخواد به خوشم نوشته متنی که میخواد به فارسی ترجمه کنید را بنویسید. من خب hello welcome to my video. ترجمه: سلام، به ویدیوی من خوش آمدید. اگه میخواید مثلا این متن انگلیسی که ما به فارسی ترجمه کردیم رو دو گوشی خودتون کپی کنید، روی این آیکون کلیک کنید، همونطور که می‌بینید نوشته متن ترجمه شده کپی شد. در قسمت کلیپبورد همونطور که می‌بینید متن ترجمه شده در کلیپبورد ما کپی شده و میتونید در هر پیام رسان و برنامه‌های دیگری ازش استفاده کنید. خب بریم برای ترجمه فارسی به انگلیسی. در اینجا انگلیسی بود، فارسیش کنید، فارسی رو هم انگلیسی کنید. در اینجا کلمه فارسی رو که میخواید همونطور نوشته متنی که میخواید به انگلیسی ترجمه کنید را بنویسید. خب متنی که میخوایم به انگلیسی ترجمه کنیم رو مینویسیم. سلام، به یک ویدیوی دیگر از کانال آپارات من خوش آمدید. روی ترجمه کلیک کنید. اومد متن فارسی ما رو به انگلیسی ترجمه کرد. همونطور هم گفتم اگه خواستید متن انگلیسی رو کپی کنید، روی آیکون کپی کلیک کنید و همینطور که می‌بینید متن ترجمه شده انگلیسی ما در کلیپبورد کپی شد و هر وقت که خواستید میتونید ازش استفاده کنید. خب این آیکون برای چیه؟ اگر روی این کلیک کنید از کل صفحه این برنامه یک اسکرین شات رو تهیه میکنید، روش کلیک میکنیم، اسکرین شات در فایل شما ذخیره شد. وارد برنامه مدیریت فایل بشید. وقتی وارد برنامه مدیریت فایل شدید، وارد پوشه اندروید بشید. در اینجا یک عکسی رو مشاهده میکنید، روی اون کلیک کنید تا بازش کنید. خب همونطور که میبینید وقتی که روی اون آیکون کلیک کردیم از صفحه برنامه یک اسکرین شات رو تهیه کرد و داخل پوشه اندروید ذخیره‌اش کرد. در و بخواد میتونید اون رو ببینید، اشتراک گذاشت کنید و ازش استفاده کنید. خب در اینجا همین بخش راهنما است که آموزشکار برنامه رو توضیح داده. در اینجا هم میتونید نظرتون رو در مورد این برنامه ثبت کنید. با انتخاب این ستاره 5 ستاره رو میتونید بدید، روی ثبت نظر کلیک کنید. خب نظر ما برای این برنامه ارسال شد و در مارکت قرار میگیره. در اینجا هم دیگر برنامه های سازنده این برنامه رو میتونید مشاهده کنید و اگه خواستید دانلودشون کنید.